سلام خدمت بربکس چنل و هر کی میاد تو چنل دنبال یه فیلتر شکن توی وضعیت مملکت که به جایی که بیام دنبال کار و زندگی و پیشرفت باشیم دنبال اپ فیلتر شکنیم، یعنی کلا شدیم همین. بچه ها بریم از اول یه سری اپا رو حالا توضیح بدیم. بعضی هاشو میشناسید، بعضی هاش جدیده. آقا سایفون که وصل میشه، حالا همه رو باز نمیکنه. بچه ها سایفون وصل میشه، همراه اول عالی وصل میشه، ایرانسل به سختی وصل میشه دیگه. سامانتل و شاتل و نت وای فای رو نمیدونم، ولی بچه من همین الان وصل بودم به خاطر اسکرینی که میخوام بگیرم، چون آی پی عوض میشه نمیشناسه، مجبور شدم آفش کنم. بچه صبح بهتر وصل میشه، شبا وحشتناک. ساعت 9 به بعد یا حالا 8 اینا دیگه به خاطر حجم ترافیک زیاد و پهنای باندی که کم کردن، یعنی وحشتناک پهنای باند کمه. به خاطر همین شبا میریم تو لگ و قطعی و این چیزا. بچه این ورژن جدیدش از تو چنلی که این بالا هست بچه من اینا رو قرار میدم. یه گروه هم داریم، حالا پیام بدید، حالا توی زیر همین البته ویدیو هم میذارم بچه. تو اون گروه هم بچه ها چیز میذارن دیگه، وی پی ان میذارن، کانفیگ میذارن، همه چی هست. آقا این سایفون 100% کار میکنه بچه. اچ ای پیراکسی هم حتما کانفیگ میخواد که ما توی باز چنل تلگرام میذاریم. کانفیگاش اینجوریه که شما میرید توی تلگرام کانفیگشو که پسوند حت داره HAT، اونو دانلود میکنید و نیاز نیست کاری کنه، همونجا بزنید رو کانفیگ و برنامه رو انتخاب کنید. اوکی، یعنی همونجا که بزنید رو کانفیگ پایین میاد میگی بخوای با چی میخوای بازش کنی، شما برنامه HA تونل رو باز میکنید. در من نشون تو دیگه نمیدم، راحت. حالا اگر فایلاشو دارید توی گوشیتون ذخیره است، این سه دکمه بالا رو بزنید، ایمپورت کنید، ایمپورت کانفیگ کنید، میبرتون توی اینا کانفیگایی که مثلا من دارم الان. میتونید از کانفیگا استفاده به عمل بیارید. بچه گزینه بعدی سورن وی پی ان است، حالا اسمش معلوم نیست. اینم بچه ها کار میکنه. بچه من این وی پی ان که میذارم وی پی ان که کار میکنه روی حالا اینترنت های مختلف. بچه ها وصل شدن و گفتن این کار میکنه. شما هم تست کنید، جوابشو بدید. اگر کار کرد، ایرانی هم از ساختن کار میکنه. آقا من تست نمی کنم چون میترسم این اسکرین کپچرم بپره. آقا بعدیش هم که نپستر هست، همون NVP تونل. اینم بچه ها کانفیگه و کانفیگاش خیلی هست، یعنی روزی شاید بگم 30-40 تا کانفیگش میاد و کارم میکنه. و من الان نزدم کانفیگ جدیدشو که تست بکنم، که 100% تست کردم قبلا، کار کرده، استفادهم کردم، اوکیه. ولی خب دیگه بچه کانفیگا فری هست، هم شلوغ میشه هم آی پی ها دیرتی میشه، یعنی کثیف میشه، فیلتر میشن آی پی هاش. همیشه همین جوری بوده. تو ویتوره هم حالا همین جوری توضیح میدم. بچه جامپ هم خیلی ها وصل شدن، خیلی ها، یعنی هر کی میاد میگه من جامپ وصل شدم. خیلی راحته، فقط کافی اینو بزنید روشن کنید، به همین راحتی، چیز خاصی هم نداره. حالا سرور هم داره، انتخاب کنید. بچه اینو من جدید پیدا کردم، نمیدونم تست کنید، من نتونستم وصل شم، ولی بی نهایت سرورهای مختلف داره و حتی برای مثلا واتساپ و یوتیوب هم داره. اینو یه تستی شما ایرانسل و یا سامانتل و شاتل و یا وای فای خونگی یا مخابرات، حالا هر جا هستید یه تستی بزنید. بی نهایت کانفیگ داره، بالاخره یکیش کار میکنه دیگه. من چند تاشو زدم وصل میشد، دیتا رد و بدل نمیشد، وصل وگرنه میشه. شما یه تستی بزنید. بچه وی تو باکس هم که همون وی تو ری هست که میتونید کانفیگاش بزنید. این پینگ هم خودش میده، سریع اینجا میزنید پینگ آل، پینگ بهتون میده. بله اونایی که قطع قرمز، اونایی که وصله سبز پینگ هم بهتون میده. چیز خاصی نیست، مثل همون وی تو ری هست، ایزی هم هست کار کردن بهش. کانفیگ از این بالا به اضافه بالا یا ایمپورت میکنید یا کپی کردید میزنید. نمیدونم چیز داری یا نه، نمیدونم که دوربین رو باز کنه. گزینه داره بچه، گزینه اسکن و اینا هم
داره این بالا مینی میاد دوربین که ردیفه. آقا برو تو بریم بچه. این اوربوت من وصل شدم بهش، کار میکنه فقط به یه شرایط خاصی. اینا بیا توی قسمت نمیدونم تصویر ندارم بچه های اینجا اوربوت، نمیدونم چرا تصویرشو نمیاره، انگار سانسورمون میکنه بچه. حالا اب نداره، من از اینجا نشون میدم. این پایینه این پایینه این پایینه، اینو بزنید اومد تصویره. بچه اسنوفلیک رو انتخاب کنید، فقط همین کار میکنه. اسنوفلیک اینو بزنید وصل میشه، چیز جالبیه. بابا وی پی ان هم که بچه ها میگن وصل شده، خودم دوستم گفت بابا وی پی ان وصل شدم. حالا چرا بابا وی پی ان هم ایرانیه بچه های داخل ساختنش دیگه، حالا بالاخره اینو میسازن که باز کردی بری توی تلگرامشون و اینا که مثلا اونجا حال وی پی ان بفروشن. ما فروشی نداریم بچه، ما فقط فریای بازار رو یعنی نه اینکه فقط فایلشو ما بگیریم فایلشو بذاریم که چنل طرف معلوم نشه، ما خود مسیجشون رو میذاریم که خودتون برید توی چنلشون و حالا تو چنل ما هم دیگه نیایید، برید از اونجا بگیرید. ما فقط میخوام وصل بشید، همین، هیچی دیگه نمیخوام. فقط میخوام یه اتصال بین المللی داشتیم. اینترنتی که راه انداختن بچه اسمش اینترنت نیست اینا که بس همه جا بسته است، یه چی تو ما یه لیست سفیده، یعنی همه چی بسته است، فقط یه سری چیز تو لیست سفید بازه. بچه اینترنت ملی ما نداریم، اینترانت هست. اصلا اینترنت اسم ملیش که میاد مسخرن. اینترنت یه چیز بین المللی هست. آقا اینو گفتم در داشته باشید بچه. اینم راکت تونلم، اینم وصل میشه، سرور میده، میتونید وصل بشید. حالا باید تست کنید کدوم سرور کدوم شهر کدوم خط، بستگی بچه به موقعیت مکانیتون هم حتی داره. توی یه شهر وصل میشه، توی یه شهر میگه آقا من فلان چی اصلا وصل نمیشم، به جاش اون چیز تو اون شهر دیگه وصل میشه، سواب شده، معلوم نیست دیگه. حالا ولی اینا چیزایی هستن که کار کرده گفتن. بریم آقا. بیت ویزم باز اومده میگن وصل میشه. این یه سری سرور داره، پینگ هم داره. البته من فیلتر شکن فکر نکنم داشته باشم، حالا پینگ نشون داده. بذار یه تستی بزنم ببینم پینگ نشون میده بچه، نمیدونم. خب اوکیه، باید تست کنید. دیدی پینگ بود؟ نه الان این که برای من که قطع شد همش یکه، ولی خب اینم بچه پینگ میده وصل میشه. بچه ویوا وی پی ان هم هست، اونم دقیقا مثل همینه. ویوا وی پی ان بذارید عکسشو بیارم بریم بچه. ویوا وی پی ان این هست، این آخریه که عکس بالی هست، اینم اوکی هست. وارپی اینم بچه ببینید الان داره به من پینگ میده، ولی نمیخوام وصل شیم. خوبم هست الان، به نظرم بتونید وصل شید. این از همه شاید راحت ترتون باشه. این قشنگ به راحتی پینگای خوبی هم میده، 150 تا میشه بهش گیم بزنی اگر اذیتتون نکنه. البته صبح تا ظهر از شب که اصلا فجیحه. آقا بریم. آقا اینم بارکو ببخشید، بارکو هم میگن وصل میشه. اینم ایرانیه، من نمیتونم بزنم الان وصل شم چون ممکنه قطع شه. اینم یه تستی بزنید. ابلیوین هم که بچه خیلی ها وصل شدن، الان نمیدونم چه جوریه، مثل همون وارپ یکی که کلاد فلر هست اونم هست. تست بکنید، فرق میکنه اینترنت. بعضیا بچه اصلا ممکنه مثلا یه ایرانسل مخصوصا اصلا به هیچ وصل نمیشه، یعنی شاید فقط یه ویتوره خاصی باید بگیرید وصل. ایرانسل بدترین بچه به نظر من سیم کارتی است که میتونید داشته باشید الان، چون خیلی کم رو چیز کار میکنه. اینم همراه اول فکر کنم وای فای من وصل میشدم یه زمان، رو کامپیوترم داشتم، اپ نسخه ویندوز هم داره، میتونید نصب کنید. ردیفه ان شاءالله که ردیف شه بچا. ویتوره هم که دیگه وصل میشه، ولی خب سروراش مخصوصا خریدنیاشو باید داشته باشید همیشه بچا. قبل از که خواهید وصل شید حالا هر چیزی، حتی اگر یه وی پی ان دارید کار میکنه، بیاد اینو آپدیتش کنید، چون این آی پی اش دست اون فروشنده است، میدید عوض میشه. آی پی هاشو آی پی های تمیز میاد، جایگزین آی پی های کثیف که بلاک شده میگیره.
اینم الان یه تستی بزنیم ببینیم. الان این از دیشب بچه ویتوره من خراب شد، ولی خب به سختی یه دوتا سرورش کار میکرد. یه سرورش مثلا این موقته از بیرونم گرفتم، این مال فکر کنم خودم نیست، نه این از بیرون گذاشتم، حس میکنم اینم وصل میشه. اینم موقت، نه موقته همین آپدیت شد الان اومد فکر کنم وصل میشه. اینم اوکیه. خب دیگه چیزی نداریم بچه. اینم از وی پی ان هامون. بچه سایفون من پیشنهاد میکنم، سایفون خوب وصل شد، اونم خوب وصل شد. وارپی خوب یعنی خوب میره. سایفون بچه چجوریه؟ سایفون خودش یه سری داره، اگر وصل نشدید یه اپ ویندوزی و گوشی داره به نام سایفون کاندویت. این ملتی که حالا خارجن و دسترسی اینترنت آزاد دارن، حالت این که خودشونو سرور قرار میدن، خودشونو میگن آقا بیاین از من استفاده کنید، از گوشی من رد شید، فکر کنم از حجمشون هم استفاده میشه و وصل شید. مثل تورنت ویندوز هست. تورنت هم فایل های دانلودی هست که بچه ها یه سری اونایی که فایلشو دارن تو خود کامپیوتر، تو میای به اونا وصل میشه. حالت سید و پیرز داره، پیرز هم چیزی، اونا میشن سید. شما وصل میشه به اونا، از روی کامپیوتر اونا فایل میگیرید، یعنی هیچ سروری اختصاصی ددیکیت نیست. این هم سایفون هم همینه. سایفون هم دلیل وصل شدنش همینه. الان خیلی تو خارج مثل که 190,000 نفر تا دیروز از این اپ اینترنت رو شیر میکنن. میتونین هم بزنید یعنی هر چی که تعداد بالای کاربر باشه رو به من بده، یعنی اینقدر کارشون درسته. آقا برو تو بریم، تمومه دیگه، چیزی نداریم. اگر بچه ها دوست داشتید یه لایک و سابمون بکنید. اجبار نیست تو چنل بیاید کانال ساب بکنید، چون ما اصلا هیچ چیز، یعنی فقط گذاشتیم برای شما اگر دوست داشتید بیاد. یه گروه هم هست که بچه ها گفتم چیز میذارن، فقط برای بچه ها میخوام فقط ملت وصلن به اینترنت. خیلی ها کار زندگی دارن، خیلی ها دانشگاه دارن، خیلی ها باید تحقیق فقط تو سایت خارجی هست. حالا وی پی ان به بدبختن شبا میخوان بشینن، روز کار دارن، شبا هم وحشتناکه. انشالله که درست بشه همه چیز. اینترنت هم که قرار نیست واسه من بهتون گفتم، اینترنت میشیم کره شمالی و فقط توی سری لیست سفیدی بعضی سایت ها قرار میگیره، باقیه بلاکن. و اگه میخواست واسه تا حالا وصل شده بود و به خاطر این عمو ترامپ هم هست دیگه، اونم اومد و دیگه میترسن وصل بکنن، بخوان دوباره جنگ بشه قطعش بکنن. حالا نمیدونم داستان چیه که وصل نشد. همینه که احتمالاً دارید میشنوید. نمیخوان اینترنت وصل کنن. انشالله که استالینک هایی بیاد بخریم بذاریم لذت ببریم. امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستون دارم. بای.